بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل. من در طول 2 ساله که تحقیق کردم والله اعلم تقریبا در موسیقی بعضی کسان میگن که موسیقی حرام است و حلال است، من در موسیقی 10 حرام پیدا کردم. امروز مثلا یک پارچه را که در تلویزیون افغانستان میمانه یا یک CD را شما از بازار میرین میخرین، نوشته است که موسیقی یا نام یک آوازخوان نوشته است. پس ما که همین CD ها را یگان خواندن ازیره یا در هتل دیدیم یا در تلویزیون دیدیم یا شنیدیم درباره ازی تحقیق کردیم 10 حرام است. یعنی یک نفر که موسیقی میشنوه و موسیقی را میبینه و این خواندنایی که امروز در بازار کابل هست این را میبینه در بین ازی 10 حرام است. یک حرام نیست که بگیم موسیقی حلال است یا حرام، 10 حرام است. خب من این 10 حرامه یکی خدمت شما دوستا تقدیم میکنم. اول حرامش ضیاع وقت است. اول حرامش چی است؟ ضیاع وقت است، ضایع کردن وقت. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در قرآن عظیم شان میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم سپس شما لتسألن حتما سؤال میشین در روز قیامت عن النعیم از نعمتها. و در هفته گذشته در درس مایی بود که مسلمان ها چند سرمایه داشت؟ 3 سرمایه داشت. نه؟ یک سرمایهش چی بود؟ وقتش بود، یکیش مالش بود و سومیش انرژیش بود. این در هفته گذشته ما شما خوانیم. خب یکی از سرمایه های بسیار مهم مسلمان چی است؟ وقتش است. پس ایناله کسایی که وقت خود در نظر نمیگیرن، یک CD خواندن یا 10 دقیقه یا 15 دقیقه یا نیم ساعت یا داخل موتر خود یا داخل خانه خود یا در محفل عروسی خود یا در مجلس خود موسیقی را چالان میکنن و موسیقی میشنون، هر حرفی از موسیقی را که تو میشنوی این در شیطان بانک تو ذخیره میشه و از هر دقیقه از اون محاسبه میشی. دقیقه عمرت در چی مصرف کردی؟ در چی مصرف کردی؟ در موسیقی؟ آیا الله برات اجازه میده که این موسیقی رو ببینی؟ پس وقتی که موسیقی رو علما گفتن که این حالات که من بهتون میگم وقتی که حرام شد با این دلایل کل، پس وقتی که در بین ضایع میشه هر ثانیه عمر شما در غضب الله جل جلاله. این حال باز اگه تو جوان مسلمان عروسی میکنی، ازدواج میکنی و در عروسی 400 یا 500 نفر خبر میکنی و 5 ساعت 6 ساعت وقت از اینا رو میکنی، ای باز 500 نفر وقت ضرب 5 ساعت میشن 5 25 یعنی 2500 ساعت تو در عذاب الهی سپری کردی، خود هم در غضب خدا گرفتار کردی و کسایی که در محفلت هم است.
و 2500 ساعت ضرب 60 دقیقه بکن، با ضرب 60 ثانیه بکن، باز یونتای عمر خودت و دیگرها را که در روز قیامت 500 نفر شهادت بده که پروردگارا 5 ساعت وقت مرا ای در معصیت الهی مصروف ساخته. پس اول حرام بودنش چی است؟ ضیاع وقت است. از این خاطر سرمایه مسلمان وقت است و کسایی که موسیقی میشنون بزرگترین جرمی که میکنن وقت خود تلف میکنن و انسان مسلمان باید ثانیه شماری بکنه. ثانیه شماری بکنه. چرا الله در قرآن چندین جای قسم یاد کرده که والعصر والضحى واللیل ولیال عشر والشفع والفجر. کلی آیات شما سعی کنین که الله قسم یاد میکنه به خاطر از که تو انسان مسلمان متوجه ثانیه ثانیه از عمرت شوی. دومی حرامی که در این قسمت هست چی هست؟ نزدیکی به زنا هست. این موسیقی هایی که امروز ای بازار نشر میشه، مرد نامحرم دختر نامحرم بوسه میکنه، در آغوش خود میگیره، بر از او خواندن میکنه. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا. الله میگه به زنا نزدیک نشین. الله میگه به زنا نزدیک نشین. ببینید تفاوت است بین قرآن شناسی دقیق و این قرآن شناسی که ما سطحی میخوریم. الله چرا نگفت که ولا تزنو، زنا نکنیم؟ ولا تزنو نگفته که ولا تزنو، گفته ولا تقربوا الزنا. به زنا نزدیک نشین، با زن نامحرم دست نتین، نزدیکی به زنا هست. یعنی به او امور و او وسایل و او راهها و او مجالسی که تو را به زنا میکشانه. خب طبعا این موسیقی وقتی که یک پسر جوان یک دختر زیبایی را دید که مثلا یک کسی در آغوش خود گرفته و برای او خواندن میکنه و بالاخره غرایز ازی کشانده میشه و حتما مبتلا به زنا میشه. از این خاطر الله گفته که ولا تقربوا الزنا. ای مسلمانان شما به زنا نزدیک نشین. چی معنی به زنا نزدیک نشین؟ یعنی به زنا نزدیک نشین، با زن نامحرم دست نتین. بسیاری مردم ها خوب دیندار است، زن ببینی بیبی حاجی میگه تو قول میده بیبی حاجی حج بشرمانید که تو بر مرد نامحرم دست دراز میکنی. عادی شده بسیار برای مردم. بعضی کسا رواجشان است. یک روز یک دخترک نیمچه جوان بود در میرفت، وقت ما در مکتب بودم، از خودگی های ما بود، عمل که می دست خودم تو پیش کرد. من گفتم من که دخترها درس نمیدن، دستکول خودت پی 1 5 6 دستکول مرا کش کرد. گفتم مرا بیخی شرماندی. من گفتم بلا پس تو بشرمی، تو برای چی آمی؟ این حالا گپ سر از است که گفته با زن نامحرم و مرد نامحرم به زن نامحرم، زن نامحرم بر مرد نامحرم دست خود نته، به خاطر ازی که ولا تقربوا الزنا یکی از وسایل نزدیکی زنا دست دادن است. خب دست دادن است، از این خاطر گفته دست به زن نامحرم نتین. آیت قرآن تطبیق شود، گفته که ولا تقربوا الزنا، برادر نامحرمت که خانم تنها در یک اتاق نمان. بسیار در نماز خوب هستی، اما در قسمت برادر جوانت در مقابل خانمت که ناموست است هیچ بی تفاوت هستی. والله را واجب است. الله میگه ولا تقربوا الزنا. تو چی خبر هستی که تو خانمت به همراه برادر نامحرم جوانت در یک اتاق میمانی؟ وردوشان جوان هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه که یک مرد و یک زن نامحرم وقتی که در خانه تنها شوند، ثالثهما شیطان، سومیشان شیطان است. شیطان اینو تقتقک میده، سیکو اونم تقتقک میده، یک خنده کو، یک فکایی بگو، یک مزاق بگو، یک پرزگک بگو. بالاخره 2 نفر اکثرا مامورینه که به زنا مبتلا میشن. از چی طریق میشه؟ خب ما در ماموریت ها و دفترها کار کردیم، قصه ما کلش اپدیت است. وقتی که یک زن نامحرم با یک مرد نامحرم در یک جای جابجایی کردن، خلاص نگفته که مولوی. بعض از مفتیای کاذبه که پیغمبر دشنام میتن در رادیوها، میگه این مردمای چی میگن؟ میگه این مردمای متعصب میگن بیبی رسول الله را دشنام داده. من نگفتیم مفتی صاحبی که از مفت گرفته شدی. من نگفتیم که سومشان شیطان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 14 قرن قبل گفتن. چرا گفتن؟ به خاطر اینکه که ولا تقربوا الزنا را تفسیر کنن. ولا تقربوا الزنا چی معنی؟ یعنی به زنا قریب نشو. چه قسم به زنا قریب نشو؟
این وسایل زنا هست. وقتی که تو زن نامحرم با مرد نامحرم در یک اتاق باشن، استغفر الله، ممکن نیست، impossible، غیر ممکن است. از این خاطر دشمنای اسلام همیشه فکرتان باشن. یکی از عادات خرابه که غربی ها دارن امی دیاست است. اونا اینمی کار دارن. از این خاطر یکی از برنامه های خطرناکشان که جوانا را مبتلا بسازن به زنا، در دفترهای خود همیشه که بیری در دفترهایشان میگه یک دختر یک پسر. در پوانتونش همیشه باید اختلاط باشه بین دخترها و بین پسرها. احیانا مثلا 100 بچه است، 100 دختر است. ممکن است برای 100 بچه یک صنف باشه، برای 100 دختر علاوه باشه. رئیس میگه نه 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 50 دختر 50 بچه در گروه الف، 50 بچه 50 دختر در گروه ب. چرا این کارا میکنن؟ به خاطر که میگه دوستای خارجی ما باز خفه میشه. یعنی من غلام هستم، با دارای ما که بیای اسایل کنم، صنف کنترل کنم. Oh, what is this? Co-education, no separate education. اونا میگن نه separate education نباشه. education تعلیم و تربیت جداگانه اسلامی نو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یعنی تا وقت از تو یهود و نصارا راضی نمیشن تا که به مو کفرشان و بیدینیشان و دیاستشان تا به مو تو قدم نگذاری. وقتی که اختلاط کردی باز میگه oh co-education it is very interesting for us. این بسیار بر ما دلچسب است. الله میگه ولا تقربوا الزنا، اختلاط نکنین. پس از این خاطر به خاطر نزدیکی به زنا، وقتی که تو موسیقی میشنوی باز تو میتونی خود از زنا نگاه کنی؟ مشکل است. کسی که میگه من نفس خدا کشتیم دروغ میگه. هر ملنگ شو پلنگ است. هر کسی گفت من ملنگ هستم نفس خدا کشتیم، ما خود نتونستیم نفس خدا کشتیم. والله ما نتونستیم در 20 سال. اگر کدام دوا می بود یا زار می بود یا مرگ موش می بود به این نفس خود میدادیم که میخوردیم این مرگ موش که این نفس ما بره. لکن نفس ابدا نمیمره. بدبختی کلان کل ما والله پیش الله جل جلاله از این نفس ظالم است. از این نفس است که ما نتونستیم که نفس خدا. یک روز یک کسی بر من گفت که والله استاد من نفس خدا کشتیم. والله چقدر خوب. تو بیا امروز به این نفس کشتگی بشینم که از این نفس کشتگی در قوری نوان شیشم دیگه ما دیگه میگم خوب بود دیگه شکر الحمدلله امروز مرد که نفس خدا کشته ما دیگه میگوشتکاس هم تو سونش سایل داره این میگه کلش ما دیگه میخورم بیز که نفس خدا کشته دیگه بیچاره کدام قاشق برنج بخوره یا نخوره که همین سعی کنم کاسین صاحب برزد حالا میگوش صاحب شروع کرد که هر لقمه میگیره صاحب یک وقت صاحب از خط استوا تیر کردن قوری ده ما برش گفتم که جناب عالی جناب گفتم ما گفتم اگر نفس کشتنی قسم باشه سر از صبا من هم تارک دنیا نفس من کشتم خلاص وقتی در نیم ساعت حداقل تو فکر نگیری دیگه غوری مول شیشتیم ما گفتم بسل کردن اومدیم حداقل اگه عقد به من نمیدونم عدالت خو میکردی حق من رو به خودم تو خاز حق ما خوردی مرا در بدر کردی تو تاریک دنیای نفس کشتگی. پس برادر عزیز میگه جانانم مینه نشته سوداگری ده یو پبله خرد سوینه. از این خاطر کسایی که ادعا میکنن که ما ترک نفس کردیم و ترک دنیا کردیم بفرمایین سعی کنین. و کسایی که میگن ما تارک دنیا هستیم لوکسترین موتر از او هست. و کسی که میگه من نفس ما کشتیم کلانترین شکم خود اینجا میمونه. انت شش درصد بفرمایین سعی کنین. اگه ترک دنیا کردی بودم تو سیم واره باشی لاغر یک چیز نخوری باید بلرزی. چرا والا مثلا نان نخوریم اما 3 غوری پلاو میخوری باز ترک نفس کردی. 60 ساله هستی وقت شاگردکت ازدواج کردی دروغ میگه. نگو که ترک دنیا کردیم و نگو که من نفس ما شکستانیم. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شاگردای مکتب و نبوت یا سبحان الله والله اگر امروز کسی صبح تا به شام 24 ساعت زحمت بکشی اگر به گرد خاک پای صحابه برسیم موضوع به تقوای حضرت ابوبکر صدیق میرسیم. ظاهر دایی آمده خود با ابوبکر صدیق برابر میکنه. والله ظاهر دایی اگر به خاک پای ابوبکر صدیق برسه به خاک پای اسب از او که در میدان جهاد کرده اگر موضوع برسه. من امروز بخیدم سر معاویه رضی الله تعالی عنه گپ بزنم. خاک پای که اسب معاویه داشته از مکر شرفش زیاد بوده پیش الله. آمدی خدا کت از او گپ میزنی
اونمو رسول صلی الله علیه و سلم با اونمو شاگردای با تقوای مجاهد با ایمان دعوتگر صادق اشداء علی الکفار رحماء بینهم رضی الله عنهم و رضوا عنه. امو صحابی که متصفات داشتن برشان میگه که اگر یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک خانه بشینه چی هست؟ ثالثهما شیطان، سومیشان شیطان است. برای اون صحابه درس میده. ای صحابی مبارک، با اینمی تقوایی که داری با زن نامحرم دستلاتی، با اینمی تقوایی که داری با زن نامحرم نشی، با اینمی تقوایی که داری این رقص و ساز و خواندن دیگه پارا خدا از این مجالس دور بکن. ما تو امروز آمدیم خدا کنترل میکنیم، ترسم نرسی به کعبه. ای عربی که این راه که تو میروی به ترکستان است، راهی که ما میریم متاسفانه این راهایی که مفتیای دروغه که موسیقی حلال است، تو بفرمایین موسیقی باشه و بفرمایین یک موسیقی که محلی باشه و یک فیروزک قندوزی محلی باشه. ها خجالت بکشه باید با این گپا و با این الفاظی که در مقابل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم متهم میکنه. والله بزرگترین کسی که در روز قیامت عذاب خواهد شدن ما کسایی که به نام داعی و دعوتگر، ما به نام عالم و مولوی و شیخ و آخوند شیشیم و از دل خود بدون از اینکه جامعه را تحلیل بکنیم و ببینیم که ده خواندنای از این فاسقه که ما تو به نام محلی و به نام فلانی و به نام فلانی اینا را مشروعیت میتیم، ببینیم که ده خواندنای از این چی هست. والله آدم مسلمان اگر این خواندنا را شنیده بتونه، غیرت یک مسلمان ولو غیرت اون دو باشه تقاضا نمیکنه که خواندن از این فاسقه پیش روی خانم خودبانه که بشنوه که چی میگه. از این خاطر برادرای عزیز، دومین مشکلی که موسیقی داره انسان به چی نزدیک میسازه؟ به زنا. خب سومیش نظر به نامحرم است. نظر به نامحرم است. یک زن است، مسلمان است، متدین است، با تقوا است، با حجاب است، روش پوشیدگی است، پوزش بسته است، قرآن تو اجازه نمیده که به طرفش سیل کنی. با زن با حجاب، زن میگه با حجاب باشه و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اما زنی که در با حجاب هم روان است، تو حق نداری به طرف چشمش یا به طرف دستش یا به طرف قدمش اگر معلوم میشه یا حداقل به جسم از پشت سر امو چادر کلانه که ای با حجاب داره تو نظر بکنی. با سمی که من حیث مسلمان و متقی و با دیانت چرا خدا بازی میتیم؟ من یگانه چی داره از دوستا تقاضا میکنم که برادرای عزیز اگر حرام میخوری حرام گفته بخور، اگر ناروا را عمل میکنی حداقل احساس بکن بله ناروا هست من میکنم، الله تو را خواهد بخشید. اما تو که حرام بر خود حلال میسازی خدا به کفر داخل میکنی. الله میگه و قل للمؤمنین، ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگو بر از این مؤمنایی که در مقابل تو شیشته‌اند، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، تقوایشان در کجا هست؟ تقوایشان در کجا هست؟ بر از این مؤمنا بگو یغضوا من ابصارهم، چشمایتان رو بپوشانید به طرف زنهای نامحرم نظر نکنه. باز آیت شریف دیگه میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، که اینا هم زنهای مسلمان به طرف نامحرم سیل نکنن. خب تو خود سیل چی؟ در موسیقی سیل خود سیل مفت نیست. در موسیقی سیل او یه 2 ساعت تو خانم رقاصه رفته در آرایشگاه طوفان از خود طوفان جور کردن. او کهش خواندن هم نکنه که در میراه میره لعنت الله سرش نازل است. صنفان من اهل النار لم ارهما، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه 2 صنف دوزخی هاست که من اونا را ندیدم. این اعجاز سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر خبر میده از آینده ها بر اساس وحی که برش شده که ای پیغمبر در امت تو 2 صنف پیدا میشه، 2 گروه مردم پیدا میشه که تو ندیدی. یعنی این قسم انسان ها در صحابه نبودن. یک طایفش همون مردایی که سایت قمچینا دادستشان است، نفرای پلیس و شاروالی و فلانی قرص ضد حقوق انسان با خشونت با یک کراشیوان با یک بیچاره ولادت کرده. و صنف دیگه دوزخی است که نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنه. فرمایین برازیا بگوین که خواهر عزیز کاسی لباس پوشیدن پیش
خوب لباسک نازک چیز داره بسیار خوبش مقبول آمد. اگر پوشیدیم آستینک‌های از گاچ است دیگه، آستینایش از گاچ است. یعنی ما خود بازی میتیم. الله ما کلش ما دیدیم، روز به روز میبینیم. باز که برشان بگویی استاد شما والله به خدا من فکر میکردم یک کسی از خود میگم یک جای ماده بود خانه این اصلا چادر گاش و فلانی باز یک بیبیاجی برش میگه که همین یک چند تا گاش بگیر. من برش گفتم که همشیره ها همین گاش که هست برای زن مسلمان شوهر مسلمان نباید برای زن خود گاش بخره. اگر مسلمان هستی حق نداری. نفقه سرت فرض است، یعنی لباس خانم سرت فرض است، اما لباس پنجابی و لباس گاچ سرت حرام است که برای خانمت بخری. دکاندار پنجابی فروش هم در روز قیامت که زنای پنجابی که کاسیات و ناریات بیرقشان گرفته هم طرف دوزخ میره. دکاندارا بازار مریم سید مندهی تو تجارتی برای زنای مسلمان کالای پنجابی وارد میکنی، تو مسلمان هستی تو برای مردم مثلا گاش برای زنها تایار چیز میکنی. من گفتم همشه نتونست یک دفعه زن سر که از امریکا آمده استاد شما را من فکر میکردم که شما خارج تیر کردین، اروپا را دیدین، خارج دیدین، آسیا را دیدین و کشورهای آسیایی فلانی دیدین. من کل از را دیده بودم که یک چیز دیگر هم دیدم که تو ندیدی. او چی است؟ من قرآن و سنت رسول الله را دیدم. در قرآن و سنت رسول الله یعنی میگه پینتر است. پس کسانی که موسیقی ها را میبینن، سیدی های خواندن میبینن، اگر خانم دید مادرک اولادات یک خواندنه که برش ماندینه تو بیبی بگوره دزلگی سرم نازنینه دنوی سیدیگک میده تو را ورای خو خیر سی این سیدی را که ببینیم باور بکنیم که الله منع کرده. الله چی کرده؟ قل للمؤمنین بگو بر مردم یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پس کسایی که موسیقی میبینه نه زن و نه مرد میتونه که چی کنه؟ چشم خود از نامحرم و نامحرمی که در حالت عادیش نامحرم که فیشن نکرده باشه، آرایش نداشته باشه، به اساس مجبوریت و ضرورت از خانه برآمده باشه پیش دکتر میره و قلب خودم محکم گرفت دامون لحظه تو حق نداری به طرف زن نظر بکنی. اما تو میخیزی در مقابل ساز فلانی ما دیگه خدا باز از این خاطر سیومی حرام است که در موسیقی میشه. چهارمی حرامی که در موسیقی هست مصرف پول است. چهارمی حرامش چی است؟ مصرف پول در چی هست؟ در راه حرام است. تو فکر میکنی که داروسید جوانا فکرتان باشه وقت تاریخایشان تیر شدن و عروسیایشان تیر شدن و که ساز آوردن و $1,000 دادن با خدازدگان ستیزه مکن که خدازدگان را خدا زده است. اویی که عروسی خود رقاصه ها را آورده و ساز و دول آورده و رقصانده او را الله توفیق بده که توبه بکنه. اما $1,000 که $1,000 که به خارجی داده باید در مقابل از $1,000 دیگر را در یک مدرسه حفظ قرآن مصرف کنه که اگر الله توبهش قبول میکنه. اما شما جوانایی که هنوز ازدواج نکردین یک سیدی که یک دیویدی که تو 40 افغانی او دیویدی را بخری در روز قیامت از هر روپیه از محاسبه میشه. پس کسایی که در موسیقی من را منکم منکرن سعی کنین این حدیث پیغمبر برای کسایی که داروسیش ساز میرن من را منکم منکرن برای کاکاکایی که لوگر میرن پشت سازنده برای او کاکاکایی که میرن ولسوالی میگردن که کدام سازنده پیدا کنن. او کاکاکا پیغمبر براتون چی میگه که تو میگی که باز من حج میرم؟ تو چطور که پیغمبر روبرو میشی در روز قیامت؟ چطور میگی من پیغمبر دوست دارم در محفل ساز میشینی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که ایمان قوی داره دید که سیدی های خواندن و رقص است میدهش کنه.
کسیش میده کنه. اگر تو ایمان 100% میخوای در خانه CD خواندن است، میدهش کو. فمن لم یستطع، اگر ایمانت شلک است زورت نمیرسه، فبلسانه، حداقل به مادرت بگو، برای خواهرت بگو، برای برادرت بگو، این ساز بگو چالان نکو، این تلویزیون به این شکل که است، این چینل نگی، حداقل به زبان بگو. فان لم یستطع، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکیم است، دعوتگر است، مردم میشناسن. بعضی کسا ایمانش 100% است، فوراً کمی موسیقی او باش خود موبایل از بیچاره دید CD را جغزی جذبش میکنه. اینی 100% است، 100%. کسی که باز نداره او ایمان قوی از اونه، فبلسانه، به زبان خود میگه او مردم، او پدر جان، او برادر جان، او دوست و فلانی، من نمیتونم بشکنم شما قوی هستین، زور هستین، تعدادتان زیاد است، اکثریت است. نه، حالا اکثریت فاسق است، اکثریت فاجر است، اکثریت دزد است. اکثریت از این خاطر غربی ها میفهمن اکثریت و اقلیت قانونش چرا جور کرده. اکثریتش دولچی و سازنده و رقاصه است، طبعا شنه یک ملا شیشته. این حالا رای گیری که شد خلاص دست بالا میشه. اینا فان لم یستطع، اگه به زبانم گفتن میتونستی که جنجال میشه و لطم میکنه و خانه قال مقال میخیزه و چی میخیزه، فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. اینا کاتگوری کرده ایمان 100% با دست تغییر دادن منکر، ایمان 50% با زبان تغییر دادن منکر، ایمان 5% در قلب به دیدن منکر. اینا کسایی که اینا رو فکر بکنین خودتان، حداقل اگر پایانتر به کسی که منکر خود به زبانم منع نمیکنه، به زبانم نمیگه، به دستم، به قلبم، لکن خودش CD خواندن میخره به خانه خود میبره، چند فیصد ایمان داره؟ منفی 15. این کسی که خودش CD خرید چی است؟ منفی 15. کسی که اشتراک میکنه، مولوی صاحب که در زیر دول شیشته نگاه بسته میکنه، نه؟ ایمان از چند فیصد است؟ منفی 15. و کسی که باز چک میکنه در خواندن، این منفی 50%، یعنی 50% دیگه از ایمان پایین است. و کسی که چک هم نه، از جیب خود مصرف ساز داده، میگه سازش در گردن من. خود جوان آرزوش است، داماد کجاست؟ کوچه خرابات. چند فیصد ایمانش است؟ 100 منفی 100 قدم دیگه به ایمان داری مانده. خودتان محاسبه بکنید. بالا او قسم است، پایین این قسم. او کسی که بد میبینه منم میکنه با دست و با عمله 100% ایمان داره. بدست نمیتونه با زبان منم میکنه 50% ایمان داره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگه گپ ما هست هیچ گپ ما رو قیس قبول نکنه. ما خب قانون ساخته نمیتونیم، چیزی که پیغمبر گفته تشریح میکنیم، منتها با مثال های دقیق تر که مردم ما درست بفهمن. و کسی که میگه باز دستام نتونست، با زبانم نتونست، فبقلبه، قلبا ایده بدید، این چند فیصد دارن؟ 5%. و ذالک اضعف الایمان. پیغمبر چی میگه؟ میگه این ضعیفترین ایمان است. یعنی ایمان ضعیف چند فیصد میباشه؟ 2%، 3% تا 5%. خب این حال باز کسی که خودش میره در اون مجلس اشتراک میکنه، قلبا هم بد نمینه. بریم که والا در قریه خصوصا مثلا در بعض جای است کاروسی شود، او نه در دی بالا کاروسی شو سب از دی پایان و دی بغل و دی چوچه و دی کوچه و کل این سب جوان ها دویده میرن. بریم که سازن در آورده. این حالی کسی که دویده میرن در این مجلس، از یا 15% از ایمان چی هستن؟ قرضدار هستن، منفی 15. اما کسی که باز چک میکنه و تشویق میکنه و او را کشکو تو بخی برقص، از 50% ایمانش ضعیف است. و کسای دیگه که خودش مصرف کرده و پیسه آورده، اونو در جمله 100% تحت صفر در ایمان خود مشکل داره. از این خاطر ما نباید باز بگیم که والا من ایماندار هستم. پنجمیش مشکلی که موسیقی داره، مشکل شعر است. مشکل چی است؟ شعر. بعض شعرها غزل هستن، بعض شعرها دعوت مردم به زنا هست، بعض شعرها از دعوت مردم به لواطت است.
بعض شیراز دعوت مردم به کفر است. بعض شیراز دعوت مردم به کفر است. از این خاطر الله جل جلاله در قرآن چی میگه؟ میگه الشعراء یتبعهم الغاوون. شاعرها که اصلا اکثرا اینا را مردمای سرکش و بدبخت پیروی میکنن. علم ترى انهم فی کل وادی یهیمون. آیا ندیدی که بعض از این شاعرها در وادی های عجیب و غریب میرن، احیانا کفر میگن. بعض اشعار که تحلیل بکنی گپش با کفر است. بعض شاعرها العیاذ بالله خالق خمار میگن، خالق عاشق میگن. سبحان الله. برو با مولای مسجد بگو مولای صاحب عاشق خان چطور است، تو سیلی بزنید که دلت از زندگی سیاه کنن. تو با یک عالم و با یک مولوی عاشق گفتن نمیتونی. تو میخیزی برای ذات ذوالجلال کلمه عشق و عاشقی و معشوقی استعمال میکنی. این ادب است با خالق؟ از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم شد از لطف رب. خب از این خاطر مشکل دیگه که حرام است اینجاست. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. باز فقط امخه گفته که الا الذین آمنو. استثناء در بین شاعرها وجود داره که 90% از اینا فاسق و فاجر و کافر و بیدین است، 10% از اینا شاعرای مسلمان هست، ایمان دارن، تقوا دارن، اساسات شریعت اسلام در نظر میگیرن، از عقیده اسلامی احترام میکنن. اون شاعر باز دیغاون نیست. اما شاعری که میگه که یا خودت مسلمان شو یا مرا نصارا کو، رضا بالکفر کفر است. پس این شاعر در جمله غاوون است. شاعری که غزل میخوانه. از این خاطر شاعرایی که مسلمان شدن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یک شاعر بسیار بزرگ بود. این وقتی که مسلمان شد برش گفتن که لا نشعره، ما میخوانیم در ادبیات، گفتن که شعر از این بسیار نرم شده. گفتن چرا؟ گفت سابق شعری بسیار قوی میگفت و بسیار شعرهای چیز میگفت. گفت حالا شعرش نرم شده. چرا؟ پس آن که پرسان کردن گفتن که وقتی که مسلمان شد غزل گفتن نمیتونه، توصیف بت‌ها را کردن نمیتونه، چون به نام سروده های شعرهایی بود، شعرهای الاصنام برای بت‌ها شعر میگفتن، ایرال گفتن نمیتونه، به قبر پرستی شعر میگفتن، آل گفتن نمیتونه، نعت‌های بسیار خطرناکی که مثلا پیغمبر و ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام یا ربیخی از مخلوقات میکشیدن، این شعرها را گفتن نمیتونن. شعرهای غزل که نعت و توصیف زنان، دختران جوان و پسران برهنه رو هست یا را گفتن نمیتونن. پس شعر از این حتما ضعیف شده میره، فقط در یک چوکات تنگ و کوتاهی که او بعد از مراعات عقیده، بعد از مراعات اخلاق، بعد از مراعات آداب، بعد از این یک شعر میگه که بسیار. از این خاطر اینی شاعرایی که اینی اساسات احترام میکنن اگر 10% باشه، دیگه 90% شاعرایی که شعر میگن اکثرشان خصوصا در این خواندنا که میشن، در خواندنا همیشه از چشم زیبا و از گلوی مثلا بلند و از فلانی و فلانی از این گپا صحبت میکنن و کلش گپای فاسقه هست. از این خاطر دیگه دلیل پنجمین علت که موسیقی حرام است، پنجمین حرام در موسیقی چی است؟ شعرهای مبتذل و شعرهایی که در اونجا کفریات است، شرکیات است. حتی در بسیاری ترانه ها روز ما شنیدم یک کسی چیز مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که نور عرش خداوند است. میگه نمیگه؟ خب این یک سوال بکنیم، پیغمبر صلی خالق بود یا مخلوق؟ مخلوق بود. خب عرش الله آیا قبل از محمد صلی وجود داشت یا نداشت؟ داشت. وقتی که عرش الهی قبل از محمد صلی وجود داشت، آیا عرش الله قبل از آمدن پیغمبر صلی نور نداشت؟ خب چطور میگیم پیغمبر نور عرش خداوند است؟ افراط است. کسی عقیده را نمیفهمه. عقیده را نمیفهمه. محبت بسیار زیاد به پیغمبر صلی الله علیه و چی میگه؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. ای مردم مرا بسیار توصیف نکنین که مثل که نصرانی ها ابن مریم کردن که بالاخره او را از مخلوق بودن به بچه خالق چیز کردن. شما خود توصیف زیاد نکنین. با پیغمبر اون روز مدیدم یک دانه شعر است که ای پیغمبر اگر تو نمی بودی توبه آدم قبول نمیشد، اگر تو نمی بودی مثلا کشتی نوح نجات پیدا نمیکرد، اگر تو اولین بودی و آخرین بودی و چی بودی و اینقدر توصیف. برادر پیغمبر سمیه که ولکن قولوا ولکن بگوین عبدالله و رسوله، من بنده الله و رسولش هستم. زیاد الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت خاص به الله هست و به پیغمبر فقط
از این خاطر مشکل اساسی دیگه که سبب حرام بودن موسیقی میشه در موسیقی ها و در نعت ها و در شعرها و ترا که اکثرش که ما میگیم حرام است، به خاطر چی؟ به خاطر ازی که در اشعار از نا کفریات هست، شرک هست، غزلیات هست، دعوت به زنا هست، دعوت به شرابخوری اصل نیست، کلش هست. از این خاطر این دلیل دیگه ای که موسیقی حرام است. ششمی دلیلی که موسیقی حرام هستن وسایل است که با سر وسایل موسیقی هم صحبت میکنیم که این وسایل است. هفتمی علت که موسیقی حرام است اختلاط بین زنا و مردای نامحرم است، اختلاط است، سر از این صحبت میکنیم. هشتمی حرمتی که در موسیقی هست که در موسیقی ها رقص است، رقص که هست. نهمیش خوارم المروءه هست. خوارم المروءه چی است؟ وقتی که محدثین احادیث جمع میکردن سری وقتا یک نفر میدیدن که یک کار میکنه خوارم المروءه چه قسم؟ مثلا یک نفر درا نان میخورد، اینو میره میگه این شخصیت از این ضعف شخصیت است. خوارم المروءه ما و شما به فارسی ترجمه میکنیم ضعف شخصیت، یعنی شخصیت انسان بسیار ضعیف نشان میده. شما اگر یک نفر رو ببینید که بسیار شیخ است و کلام است، یک دفعه میخیزه او چیز خیزک زده میره، یما خوانده میره، نه دو بعض چیزا اینال او رو که خیزک زده میره، اینال او رو وقتی که تو ببینی که خیز میزنه و لنگیشو طرف میفته، شخصیت از زیر پای میفته. بس از این خاطر در موسیقی یک آدم میره، یک بچه جوان میره، یک مسلمان میره که چقدر خوشت میاد، که چقدر خوب آدم است، دیگه رو صاحب چی میشه؟ میبینه که بسیار خوب آدم است، میبینه که همین بچه جوان دیندار صاحب رقصیده، پس این رقصیدن از که میبینی همین شخصیت از چی میشه؟ در زمین میفته. 2 روپیه میگه او والا همین بود، آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست در پوست بود همچو پیاز. میگه من فکر میکنم که یک آدم با مغز است، این خب پیاز واره برآمد. پارسایان روی بر مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. این از این خاطر در رقص و در موسیقی و در این مجالس شیشتر چی میکنن؟ شخصیت انسان بسیار ضعیف جلوت میده. از این خاطر مسلمان باید شخصیت خود حفظ بکنه، به خاطر ضعف شخصیت مسلمانی حرام است. و دومی علت که موسیقی حرام است، این ضررهای اجتماعی داره، ضررهای اقتصادی داره، ضررهای فکری داره و ضررهای سیاسی داره که ان شاء الله تعالی در درس‌های بعدی ان شاء الله براتون تشریح خواهد کردم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبیدالله متوکل. که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارتی 4، خروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید.